سلام دوستان، آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. ای که فرد افسرده انرژیش پایین میایه، عزت نفسش کاهش پیدا میکنه، بسیار زیاد میخوابه یا خوابش نمیبره، ناامید میشه، علاقه و انگیزش در زندگی بسیار زیاد کم میشه، افکار خودکشی سراغش میایه. مدل ناامیدی افسردگی میگه تا حدود دلیلش ای است که ای فرد اتفاقات ناخوشایند خودم و یا شکست آیشه به عوامل درونی پایدار و کلی اسناد میده. یعنی مثلا علی در امتحان کیمیا نمره نگرفت. یک اتفاق ناخوشایند برای علی پیش آمد. علی این اتفاق ناخوشایند یا این شکست خودش درونی ساخت. گفت من آدم به استعداد هستم. من به اندازه کافی باهوش نیستم. علی دلیل شکست در خود دید، نه در عوامل خارجی مثل سختی امتحان، مثل دشواری مضمون یا سختگیری معلم. به اینا ندید، درونی ساخت، در خود دید. علی شکست خود پایدار ساخت. گفت من همیشه در این درس نمره نمیگیرم یا من هیچ وقت در درس کیمیا کامیاب نمیشم. علی معتقد است که این مشکل همیشگی است و شرایط قابل تغییر نیست. و دیگه شکست خود کلی میسازه، تعمیم میده. میگه من در هیچ زمینه خوب نیستم. نمره نگرفتن در یک امتحان در تمام عرصه‌های زندگیش تعمیم داد. یعنی نه در تحصیلات موفق است، نه در شغلش، نه در ورزشش، نه در روابط دوستانش. در هیچ زمینه خود موفق ندید. خود ناموفق احساس کرد. فریبا هم مثل علی در امتحان کیمیا نمره نمیگیرن. اما فریبا برعکس علی این اتفاق ناخوشایند یا این شکست خود بیرونی میسازد. میگه درس کیمیا دشوار است. معلم کیمیای من سختگیر است. بنابراین من نمره نگرفته. و این شکست خود ناپایدار میدانم. میگه تلاش میکنم در امتحان چانس 2 یا آخر سال در درس کیمیا نمره میگیرم. یعنی شرایط قابل تغییر میدانم. و این شکست خود اختصاصی میدانم. میگه در یک مضمون من نمره نگرفته، در بقیه مضامین و در بقیه زمینه‌های زندگی موفق هستم و خوب درخشیده. بیایید مثل فریبا رویدادهای ناخوشایند و یا شکست‌های ما را به عوامل بیرونی ناپایدار و اختصاصی اسناد بدهیم و برعکس موفقیت‌ها یا رویدادهای خوش زندگی یا اتفاقات خوش زندگی ما را به عوامل درونی مثل توانایی‌های ما اسناد بدهیم، کلی و پایدارشان بسازیم.